به نام یاد خدای بزرگ مهدی انصاری هستم. ولد حیدر، ولدیت خداداد، از سکونت اصلی ولایت بامیان، ولسوالی پنجاب، قریه سنگریز و سکونت فعلی هم دشت برچی، ناحیه 13 استادگاه قلعه‌نو. تمام صفحات اجتماعی که من ساختم کلا یا تماما به خاطر تعصبات قومی، مذهبی، لسانی بودن و کوشش از این داشتم که دختر خانم‌ها و بخش اوناس تحریک کنم و همچنان که به ضد حکومت امارت اسلامی. در صفحات اجتماعی اکانت‌های زیادی داشتم و دارم. برای فعلا هم در فیسبوک به نام دو اکانت به نام شخصی خود است مهدی انصاری، دو اکانت دیگه به نام زهرا مرادی و مریم احمدی، یک اکانت دیگه سن پرس هست، کمیته روابط افکار جوانان، رسانه بانو. در توییتر و اینستاگرام هم به نام مهدی انصاری است و در یوتیوب هم به نام انصاری میدیا است که 666 سابسکرایب دارم. ما به خاطر کمک و به خاطر بیرون شدن از افغانستان یک ایمیل در سازمان بدون مرز زدم و برایشان گفتیم که گروه تروریستی طالبان وارد افغانستان شده و رسانه ها و روزنامه ها بند میکنه و همچنان که هزارها و شیعه ها را قتل عام میکنه. ما برایشان فرستادیم به خاطر بیرون شدن از افغانستان. در اصل این گبا کلا دروغ بود. ما خودم در افغانستان بودم، خانواده‌ام در افغانستان بود، خودم کار میکردم. تمامشان گبایی که گفتم در ایمیل کلا دروغ بود. به یک سازمان دیگه هم یک ایمیل فرستادم به خاطر تقاضای پول و برایشان گفته بودم که وضعیت خبرنگاران در افغانستان خیلی خراب است و تقاضای پول کرده بودم و همچنان با تلویزیون آمو درباره مشکلات های خبرنگاران 3 کلیپ داده بودم که مشخصا درباره وضعیت اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات بودن. در تلویزیون افغانستان کار میکنم به حیث کارآموز تلویزیون روزنامه 8 صبح به مدت 3 ماه کار کردیم. بعد از او حکومت سقوط کرد، بعد از که تلویزیون افغانستان سقوط کرد، بعد از آمدم در روزنامه پنجره در سال اول حکومت امارت اسلامی در مدت 4 الی 5 ماه ایفای وظیفه نمودم که متاسفانه او هم سقوط کرد. بعد از طریق یک دوستای خود در آژانس خبری افغان نیوز رفتم و تا هنوز کارمند بر حال آژانس خبری افغان نیوز به حیث خبرنگار هستم. در مورد اعتراضات دختران در افغانستان ما در سال اول حکومت امارت اسلامی در یک اعتراضات شرکت کرد بودم. می‌خواستم گزارش از او را جور کنم، در صفحه اجتماعی خود فیسبوک خود نشر کردم و بعد از او هم همراه که یک دختر به نام یک از دختران معترضین هستند در ارتباط بودم که در مدت 1 سال اخیر در ارتباط بودم که یک از عضو برجسته جنبش اقتدار زنان افغانستان هست و برای فرهنگ خودش هم در آلمان هست که بعضی اعلامه ها را که اعتراضات میکنه برای ما میفرسته. در قسمت ارتباط با رسانه افغانستان اینترنشنال و همچنان 8 صبح شخصا خودم همراه یک دختر در ارتباط بودم به نام که تا سال اول امارت اسلامی زمانی که پانتونا برای دخترها بسته شدن و بچه ها یک اعتراضی کرده بودند. با زمانی که محصل پانتونی کابل بود که دزمه اعلامیه فرستاد بود، گفت که ما ایرو خودم در تلویزیون افغانستان اینترنشنال فرستادیم، اما امیر خودت هم کوشش کو که بفرستی. باز ما هم امو اعلامیه رو گرفتم فرستادم در تلویزیون افغانستان اینترنشنال و همچنان 8 صبح. در قسمت خانم که یک از دخترای خبرنگار در کابل هست که در مدت 2 سال که از همراهش در ارتباط هستم، با گفته خودش با تلویزیون صدا و سیمای ایران کار میکرد که برای فعلا خبر ندارم همراه کدام رسانه در ارتباط هست، اما در صفحات اجتماعی به ضد دولت امارت اسلامی تبلیغات داره. در مدت چند روز که در اینجا بودم که مجاهدین شکر الحمدلله رفتارهای خوب خیلی خوب داشتن همراه من دیگه، از لحاظ که رفتار، از لحاظ نان، غذا، تمام چیزشون خیلی خوب بودن. تشکری هم میکنم
احسانمندشان هم هستم، اما در قسمت پشیمانی و در قسمتی که ما از تمام کارهای خود که پشیمان هستیم و نیستم 100% ما از تمام کارهای خود انجام دادیم پشیمان هستم و مورد عفو میخواهیم از طرف دولت و انشالله کوشش میکنم 100% که در آینده این مسئله دیگر تکرار نشود و به نفع امارت اسلامی کار کنم، به نفع دولت خود کار کنم و به پیشرفت افغانستان خود کار کنم و از کار خود 100% پشیمان هستم و امیدوار هستم که مورد عفو خود قرار بدهید مرا.